زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته. یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، زن خانواده به منزله تنفسه در این فضاست. اینی که در روایت از المرأة الریحانه و لیست به قهرمانه مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، عطر، گل، بوی خوش، هوایی که فضا رو پر میکنه. قهرمان یعنی کارگزار. جور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بیریزید سر زن. نه، یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده، خانه خودشه دیگه، داشت میخواد یه کار رو انجام بده، انجام داده. اگر نه، هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده.